پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که با مردم و خلق خدا با اخلاق نیک رفتار کن که پگه میپرسند. این خلق خدا از ما متهم نیست، این مخلوق خدا از ما متهم نیست که در حضور میزنی و داد میگی و لعنت میگی و در شقارت میکنی. ما بسیار ظالمای بد داریم، حقارت های به معنی میکنن. پیغمبر ما میگه فردا میپرسند این حقارت ها، پگاهی و زبانات میکنن. اگر در پیش خدا چی جواب میده او دشنامات وزیدنی یا رسول الله، زیادش نمیکنه فرستاده خدا. مردم قد معامله خوب کن گفت که پگه میپرسند فرق نداره وای مسیحی های وای یهودی های وای بت پرست های وای اتئیست های. وقتی که تو دشنام میکنی پگه جواب میدی نزد خدا، حق نداری. این حق